حالا با یکی برخورد کردی که یه لبخند ملیح میزنه ولی مغزت میگه یه چیزی این وسط بو میده، قاطی نکن. شاید با یه مدل خاص از شخصیت‌ها طرفی، همونا که وقتی وارد زندگیت میشن انگار داری وارد مرحله سخت بازی میشی. این عزیزان نماینده رسمی جمله قانون. کدوم قانون هستن؟ ترافیک، نوبت، احساسات، وجدان انگار براشون آیتم‌های تزئینی روی دیوارن. اونا خیلی وقتا برخلاف ظاهر خونسرد و جذابی که دارن، یه الگوی رفتاری دارن. من اول، بقیه هیچی. معمولاً مثل کاراکترهای فیلم‌ها شروع میشن. دو تا جمله میگن، مغزت قفل میکنه. تا به خودت میای میبینی کیف پول دم در وایساده، کفشاشو پوشیده، میگه خب من رفتم، شما بیاین. حالا یه نکته مهم قبل از اینکه بری تو مود شرلوک هولمز. هر کی یه ذره رو مخته و حال نداره ضد اجتماعی نیست. بعضیا فقط روز بد داشتن، بعضیا از بچگی شارژ احساساتشون گم شده. پس لطفاً بعد این ویدیو هر کی اخم کرد نری بگی اوه این اختلال داره. آروم باش رفیق. یه نفس عمیق بعد ادامه بده. مثلا رفیقت پولتو خورد و غیب شد، تو میگی وای یعنی اون ضد اجتماعیه. نه عزیز من، اون فقط بی‌معرفته، اختلال حساب بانکی و وفاداری داره، نه شخصیت. حالا بریم سر اصل ماجرا. تو اختلال شخصیت ضد اجتماعی معمولا خبری از همدلی و عذاب وجدان نیست. یعنی اگه کاری کنن که تو 3 روز گریه کنی، نهایتا خودشون 3 ثانیه حوصله‌شون سر میره. قانون، احساس، مرز براشون مثل تبلیغات تلویزیونه، فقط رد میشن. ولی نکته مهم اینه، ما اینجا نیومدیم قضاوت کنیم یا آدما رو لیبل دار کنیم. ما فقط می‌خوایم بفهمیم و مرز بذاریم. گاهی بهترین واکنش به بعضیا قهقه تا آخر عمر نیست، فقط یه فاصله سالمه. یه قدم عقب، یه نفس عمیق و یه جمله طلایی. نه مرسی، الان وقتش نیست. و آخرش اگه کسی باشه این حرفا یهو تو ذهنت ظاهر شد، شاید وقتشه قبل از تحلیل زندگی اون یه سر به خودت بزنی.